آیا آب دیدید که تشنه لبی را صدا بزند؟ آیا غذا رو دیدید که گرسنه‌ای را صدا بزند و بطلبد؟ آیا پزشکی را دیدید که بیماری را صدا بزند؟ اونی که نیازمنده طرفش رو صدا میزنه. انسان تشنه آب و صدا میزنه، انسان گرسنه غذا رو صدا میزنه، انسان بیمار طبیب و پزشک رو صدا میزنه چون نیاز دارد. اما چطوری شده من در شگفتم که این الله بی نیاز غنی حمید صمد عزیز چطوری بندگان ضعیف و نیازمندشو میطلبه و صدا میزنه؟ خود در عجبم و شگفت زده شدم که این چه ذاتی است، این چه مهری است، این چه عشقی است، این چه مهرورزی است که الله رب العزت و الجلال نسبت به خلقش داره، نسبت به بندگانش داره. استغفرونی اغفر لکم.